هر بار که میخوایم راجع به تخم مرغ صحبت بکنیم این سوال کلیشه‌ای که اول مرغ بوده تخم مرغ ذهنمون رو درگیر میکنه. من فکر میکنم بهترین آدمی که بتونه جواب بده همین آقاست که الان هم داره به این فکر میکنه که باید بره کیو تخم مرغ دار بکنه. تخم مرغ برای تولیدش به یه همچین فضایی نیاز داری شما که اگه بخوای یه همچین فضایی رو آماده بکنی تعداد خیلی زیادی هم باید مرغ بگیری، هر روز باید بهشون جوری غذا بدی، آب بدی که بتونی این تخم مرغایی که داری این پایین تصویر می‌بینی اینا بتونی تولید بکنی. روزانه فکر میکنم هر مرغ یه دونه دو تا تخم میذاره. حالا اینو باید باز بپرسم توی کلیپ‌های بعدی بهتون میگم، دقیق اینو نمیدونم. همینجوری که میبینیم مرغا دارن همینجوری غذا میخورن که بتونن اون یکی دو تا تخم تو روز بزنن. حالا هر کی میدونه اگه بتونه تو کامنت ها بنویسه که خیلی خوب میشه. اینجوری تخم مرغا میان توی نوار نقاله ها همینجوری میرن تا برن. حالا فکر میکنم فیلمو کاش میدیدم یه بار قبلش، اینجا دسته بندی میشن، بزرگا جدا میشن، متوسطا جدا، کوچیکام که حالا یا میریزن دور یا میذارن توی شونهایی که قیمتش پایین تره. اینا اینجوری میرن فکر میکنم میرن برای شستشو. حالا بذار جلوتر ببینیم. نه فکر میکنم آره میره نور بهشون میتابونن از پشت که ببینن توش مثلا یه موقع جنینی جوجه‌ای چیزی نباشه، ترک نداشته باشه، تخم مرغ که بخواد بره برای یه بسته بندی سالم باشه. اینجا من فکر میکنم که دارن میفرستنشون که این تخم مرغا رو بشورن و بعد از اون فرآیند شستشو چرا پرتش میکنن حالا میشکنه که بعد از این فرآیند شستشو اینا میرن برای بسته بندی اگه اشتباه نکنم. بذار بره جلو فیلم میذاره. آره میرن برای بسته بندی. حالا تو بسته های 6 تایی 9 تایی فکر کنم 15 تایی 20 تایی 30 تایی که الان متداولش هم 30 تاییه دیگه. که الان که داریم این کلیپو پر میکنیم فکر میکنم قیمت تخم مرغ رو 350 باشه شونه ای. آره دیگه همین به همین سادگی فرآیند تولید تخم مرغ انجام میشه و میاد تو فروشگاه و بعدش هم که شما میخریشو ببری خونه و این نیمروی خوشمزه رو درست میکنی.